سرنوشتی من زمین زرد و هیشتی من بهشتی من وطن سرشتی من بقا و سرنوشتی من زمین زرد و هیشتی من بهشتی من محبتی تو رنگ رنگ شکوفته روی سنگ تو 100,000 آرزو 100,000 رنگ تو دیار شعر و یاس من نوای تو نویدی من ز چشمی اولی خدا رسیده ای به من وطن وطن سرشتی من بقا و سرنوشتی من زمین زرد و هیشتی من بهشتی من وطن سرشتی من بقا و سرنوشتی من زمین زرد و هیشتی من بهشتی من شادبان مرغیش بر آسمان پاکی تو شکوفته نخل دوستی به آب تو به خاک تو بیاری لاله خیز من بهاری مشک بیز من چو جان من عزیز من وطن وطن بهشتی من وطن سرشتی من بقا و سرنوشتی من زمین زرد و هیشتی من بهشتی من وطن سرشتی من بقا و سرنوشتی من زمین زرد و هیشتی من بهشتی من قصدن عملی نکردن، چونکه در وقت برآمدن در گذرگاه ها دیگر تعامل ترسی رسانی شخص کم می شود، دزدی کردن نمیتوانند نکردن با تمام راه و واسطه تا امروز دوام دارد. پیوست هم کردن گفتن این کار نمیکنن، ویران کردن همیشه ماده حالا که $10 میلیون تکنولوژی حاضر زمان وارد کرده شد. فقط یک راه مانده است که هر دو ساختار را برهم تنید. رهبران وزارت مالیه و ریاست و شعبه‌های منطقوی آن مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌ها وظیفه دارند که با مسائل بنقشه‌گیری درستی بودجه‌های محلی، مطابقت خراجات با معیارهای مقرر گردیده و ارزیابی امکانیت‌های واقعی منبع‌های انداز اعتبار اولین درجه دهند. با وزارت مالیه، پروکراتورای گنرالی، پالات حساب، اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا سپارش داده می شود که وابسته به اصول معین نمودن ضرر مالیوی و درستی پیشبرد آماری آن سندهای معیاری و حقوقی دخلدار را تهیه و در مهلت 1 ماه با حکومت کشور پیشنهاد نماید. چگونه ما بنقشه میگیریم بودجه‌های محلی را؟ 10 مراتب در جلسه حکومت جمهوری تاجیکستان من سپارش دادم. سنجیده برایتان تحلیل کنیدان، مانیتورینگ گذارانیدان در شهر ناحیه‌ای که قسم درآمد بودجه‌های محلی را اجرا نمی‌کنند. سبب، عامل‌ها، امکانیت‌ها، پتانسیل شهر ناحیه را آموزید، ریالی آموزید. می‌بینیم در یک شهر ناحیه عموماً تا امروز
همه را برای شهر نو کوشش میکنند اصلا قسم درآمد بودجت های محلی را پنهان کنند، یعنی بیشتر سوبونسیا گیرند از بودجت جمهوری. از شهر نویایی است که امکانیت عموما سرچشمه‌های گویم که درآمد اندازی را ندارند، با آنها نقشه وای میکنیم. برای چی؟ برای آنکه نتوانستند کارمندان ساحه مالیه را طلبات غیر قانونی آنها را قانع کنند. برای همونا را بار میکنیم. حکومت مملکت حجم مبلغ‌زاری را با مقصد اجرای عهده‌داری‌های اجتماعی خود، یعنی بلند برداشتن سطح و صفت زندگی و حفظ اجتماعی اهالی سال به سال افزایش می‌دهد. حالا در این سمت تطبیق یک قطار استراتژی و برنامه‌های دولتی ادامه داشته، اندازه نفقه شهروندان و کمک پولی‌های اجتماعی منتظم زیاد شده ایستاده است. مثلا اگر قسم درآمد بودجت سقورت اجتماعی و نفقه سال 2009 657 میلیون سومانی را تشکیل کرده باشد، این نشان دهنده سال 2019 در حجم 3 میلیارد و 140 میلیون سومانی، یعنی 4.8 برابر زیاد پیش بینی گردیده است. تحلیلان نشان می‌دهند که درآمد بودجت سقورت اجتماعی و نفقه طی 10 سال اخیر به حساب میانه همه ساله در سطح 18.7% افزایش یافته است. در برابر این در 10 سال اخیر به بودجت مذکور از مبلغ پیش بینی شده 1 میلیارد و 200 میلیون سومانی وارد نگردیده است که 968 میلیون سومانی آن از حساب اندازهای اجتماعی بوده. چون این حالت خیلی تشویش آور میباشد. بنابراین وزارت مالیه، کمیته انداز، اگنتی سقورت اجتماعی و نفقه و دیگر مقامات دخلدار دولتی را ضرور است که فعالیت خود را جهت بنقشه‌گیری درست درآمدهای بودجت سقورت اجتماعی و نفقه، پورا تامین نمودن طلبات واقعی با پرداخت‌های غیر سقورتوی و جستجوی راه‌های حل مسائل ذکر شده تقویت باشد. در بسیار دولت‌های پیشرفته جهان یکی از منبع‌های سرمایه‌گذاری همین فاند حفظی اجتماعی است. صدها میلیارد رایه‌های بزرگ را سرمایه‌گذاری می‌کنند. در 10 سال آخر شماره نفقه‌گیران در کشور به حساب میانه هر سال 2.4% افزایش یافته. ینوری سال 2019 به 690,000 نفر رسیده است. وزارت اداره دخلدار و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت‌ها و شهر نویای کشور را ضرور است که توسط تأسیس جایهای کار دائمی و افزایش دادن منبع‌های اندازبندی برای تأمین نمودن گزارش به نظام خود مبلغ‌زاری نفقه و کمک‌پولی‌ها چاره‌های دائمی اندیشد. حکومت مملکت جهت پیشگیری کردن سرباری بودجت سقورت اجتماعی و نفقه، مسئله انداز اجتماعی طبقه‌های علایده دارای شغل از قبیل کارمندان ساحه کشاورزی و همچنین صاحبکاران انفرادی در اساس پتنت فعالیت داشته را بررسی کرده، با در نظر داشت منفعت‌های ملی راه‌های حل مشکلات موجوده را جستجو نمایند. در برابر این سنجش حالت‌های تأمین نفقه و سقورت اجتماعی در سالهای آخر نشان می‌دهد که در این سمت قانون ویران‌کنی‌های زیاد وجود دارند. در دوره سالهای 2012-2014 ضمن تفتیش اگنتی سقورت اجتماعی و نفقه و زیرساختارهای آن از جانب اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا با مبلغ 5 میلیون سومانی ضرر مالیوی آشکار کرده شده است که از آن به اساس تعیین و پرداخت نمودن نفقه 1447 حالت، طبق حجت‌های معیوبی قلبکی پرداخت نمودن نفقه 34 حالت، این کم نشان داده. تصرف نفقه شخصان ففتیده 211 حالت
ва талафи маблағҳои нафақа аз бесару сомонӣ 1709 ҳолатро ташкил медиҳад. баъди тафтишҳои мақомоти марбута ва ҷорӣ намудани низоми муайян дар таъйини нафақа, шумораи маъюбони гирандаи нафақаи меҳнатӣ дар байни солҳои 2012 ва 2018 қариб 35 000 нафар кам шуд. ин ҳоло ҳам кам аст.